71% سطح کره زمین را آب تشکیل می‌دهد و از این معلوم می‌شود که آب در حیات ما جایگاهی مهم دارد. ما آن را می‌نوشیم، با آن غذا می‌رویانیم، در آن آب بازی می‌کنیم و در عموم با آب زندگی می‌کنیم و آن منبع حیات است. اما نه همه نمود آب‌ها برای ما مفید هستند. هستند آب‌هایی که می‌توانند برای سلامتی ما ضرر داشته باشند، ما را مریض نمایند و حتی بکشند. و امروز ما درباره 5 آب‌های صحبت می‌کنیم که از خطرناکترین هایند. پیش از آن که آغاز کنیم از شما خواهش می‌نمایم تا به صفحه ما همراه شوید و لایک را فراموش نکنید. رقم 5: کولی جوشان. چنین نام برند از این کوله که در جمهوری دومینیکا واقع گردیده است. نفری که این کول را چنین نامگذاری کرده است در حقیقت هم مخلص چنین جای نیست، زیرا که کول جوشان همیشه در جوشش است. آن در سال 1870 از طرف 2 مرد انگلستان کشف کرده شده است. حرارت گرمی کول که 5 سال پیش سنجیده بودند تقریبا از 82 به 90 درجه برابر است. در مرکز کول باشد حرارت آب نهایت بلند است. چخیلی که در نوار شما دیده ایستاده اید مرکز کول جوشان است و این میتواند تمام نمود جانورانی که به آن نزدیک شوند هلاک سازد و انسان نیز به آن دست رسانده نمیتواند. رقم 4: دریای چیتاروم. دریای چیتاروم در غرب اندونزیا جایگیر شده است. این آب حتما میتواند ما را هلاک سازد، نه به صفت طبیعی که آن دارد بلکه با آن که خود انسان ها آن را افلاس کرده اند. دریای چیتاروم ممکن است که دریای چرکین ترین و افلاس ترین دنیا باشد که با هر گونه پرتاب ها افلاس شده است. رقم 3: ریوتینتوی اسپانیا. ریوتینتوی اسپانیا یکی از آب‌های زهرآلودترین به شمار می رود که در ترکیب آن ترشی یعنی کسلتا موجود است و مقدار چینک کیمیایی آن به 2 بقیه برابر است. یعنی این با آن معناست که ترکیب آب ریوتینتو مثل کسلتای معده انسان است و به آسانی می تواند هر ماهی که به آن نزدیک شود بکشد. رقم 2: کول کراچای در روسیه. مثل یک سوپر مدلی که در خود بمب را پنهان میکند، کول کراچای روسیه مثل همان است که آن نورسیده، عالی و به نهایت مرگاور است. این به یگان سال از همه رادیواکتیو ترین قسم از آبهای دنیاست. چون که از روی تشخیص معین کردند در زیر کول کراچی زیاده از ماده های اتمی خوابیده است و این مثل یک بمب اتمی می باشد. و نهایتاً رقم 1: کول کیوو، رواندا. در چقوری قریب 300 متر کول کیوو بمب وقتی جایگیر شده است، یعنی قریب 250 کیلومتر کوبی دو اکسید کربن و 65 کیلومتر کوبی گاز متان در زیر چقوری آبی کیوو جایگیر شده است. اگر این مقدار را گیریم برای با قوای برق تامین کردن یک چند کشور بسنده است، اما در حالتهای ناگوار آن میتواند مثل بمب به ترکش درآید. تماشابینان عزیز، این بود نوار درباره 5 آبهای خطرناکترین دنیا. اگر هر نفر از شما یگان نظر اوید این آبها داشته باشد، مرحمت در پایان نویسید و برای هر گونه نوارهای جالب با کانال ما همراه شوید. تشکر زیاد.